حسن فتحی یه تنه گند زده به کل تاریخ. دروغ‌های شاهکار سریال جیران. تو این ویدیو قراره بپردازیم به 7 تا از دروغ‌های شاهکار سریال جیران که حتی به عقل جن هم نمیرسید همچین دروغایی رو به کار ببره. یکی از شاهکارهای دروغگویی هم مربوط میشه به مورد هفتم که آخر ویدیو میگم. سلام به برگی از تاریخ، خیلی خوش اومدید. علی ترابی هستم و تو این قسمت از برگی از تاریخ قراره بپردازیم به دروغ‌هایی که نسبت داده شده به جیران و ناصرالدین شاه و کسای دیگه. پس تا پایان ویدیو با من همراه باش. اولین دروغ و شاهکاری که اگه ناصرالدین شاه از قبر بکشی بیرون تعجب میکنه با دیدن این همه از دروغ. شاهکار اولشون این بوده که ماجرای آشنایی جیران و ناصرالدین شاه مربوط میشه که از اونجایی که قسمت اول سریال جیران نشون میده که بعد از کشته شدن امیرکبیر ناصرالدین شاه بدمستی میکنه و بسیار از این کارش پشیمون و نادم و یقه هر کسی رو میگیره و اصلا خلقش یک بار روبرو کرده، عوض شده و بعدها جیران وارد قصه میشه و اینو از این حالت در میاره که این کاملا یک دروغ تاریخیه. ماجرای آشنایی جیران و ناصرالدین شاه برمیگرده به قبل از کشته شدن امیرکبیر، یعنی اون موقع امیرکبیر هنوز زنده بوده و یه سفری هم جیران و امیرکبیر و عباس میرزا و همگی با هم به اصفهان رفته بودن که اونجا بوده که ماجرای دشمنی ناصرالدین شاه و امیرکبیر اتفاق میافتاده که تو ویدیوی عباس میرزا به طور کامل توضیح دادم که این بالاست، میتونید تماشا کنید. دروغ دومی که به ناصرالدین شاه بسته شده این بوده که ناصرالدین شاه یه تسبیح به دست گرفته و رو تخت نشسته. این عکسش رو ببینم میتونم پیدا کنم، اگه پیدا کردم اینجا میذارم. مربوط به این تصویر میشه که اصلا ناصرالدین شاه تسبیح دست نمیگرفته، اونم زمانی که وزیر وزرا و سفیر سفرا پیشش بودن. آدم دیندار و متمدن و اینجور چیزا هم تظاهر نمیکرده که هستش. گاهی وقتا برای مردم ماره، ولی برای وزیر وزرای خودش اینجوری نمیگفته که من دیندارم و تسبیح به دست بگیرم. تو کل عمرش هم یه تسبیح داشته که اونم آغشته به یاقوت و زمرد و اینجور چیزا بوده. ناصرالدین شاه علاقه شدیدی هم داشته به انگشتر، ولی نه از این انگشتر معمولی ها، از این انگشترهایی که با الماس ساخته شده بودن. یک کلکسیون خیلی خفنی هم از الماس داشته که 700 الی 800 تا انگشتر الماس رو گذاشته بود اون تو نگاه میکرده و فیض میبرده. دروغ شماره سوم، ناصرالدین شاه آدم خیلی غیرتی بوده و تو قسمت اول دوم سریال میبینیم که زناش اصلا با قلیون نشستن و اعدام دارن تماشا میکنن که یک دروغ تاریخی خیلی بد و بدجوری هستش که اصلا ناصرالدین شاه اجازه نمیداده که خانوماش بدون روبند ظاهر بشن، اونم در برابر وزیر وزرا. حتی ملت خواجه میکرده که از اینا پرستاری کنن. رو خواجه هم حساس بوده و با سختگیری تمام انتخاب میشدن. ولی خب اینجا میبینیم که 7 قلم آرایش کردن و قلیون میکشن و اصلا بزن به رقص میکنن و دیگه خیلی وضعیت اسفناکی بوده. ماجرای اعدامی که تو قسمت اولم بوده مال خیلی وقت پیش بوده، اونم تو خود کاخ بوده و یه جوری نبوده تو حیات برگزار کنن و اینجور چیزا. یعنی واقعا تو این موردم یه جابجایی زمانی تاریخی اتفاق افتاده و اصلا اینا کلا زنای اون دوره با روبند کار میکردن. دروغ شماره 4، پشیمانی ناصرالدین شاه از مرگ امیرکبیر. تو سریال میبینیم که اول سریال نادم و پشیمان و هر جا میره میگه که من پشیمونم، اشتباه کردم و اینجور چیزا، در حالی که اصلا به ریش سیبیلش هم نبوده که امیرکبیر کشته. شاید تو دلش ناراحت بوده ولی جای ابراز نمیکرده که ناراحته، یعنی نمیخواسته اون چهره سلطنت رو با اشتباه آغاشته کنه و بگه من آدمیم که اشتباه میکنم. هیچ جای تاریخ و هیچ جورم نگفته که من پشیمونم و اینجور چیزا، که تو کلا اول دوم سوم قسمت نشون میده که خیلی ناراحته به شدت. یعنی میخواستن اون گناه کشتن امیرکبیر رو اول پاک کنن بعد بیارن چهره عاشقانه‌شو نشون بدن، که اصلا هم اینجوری نبوده و این یک دروغ محضه. یه جایی از تاریخ اعلام میکنه که اون کار اشتباه بوده ولی بعداً میگه که من به تجربه‌های خیلی بالایی رسیدم و بدون امیرکبیرم میتونم مملکت رو اداره کنم. یعنی به قول اون شعر معروف که میگه تو نباشی دوستات هستن. دروغ شماره 5، این یه دروغ خیلی چی بگم دیگه نمیشه وصفش کرد، دروغ خیلی چرتیه. دروغ این که آقا تو قسمت اول، آخرای قسمت اول یا اوایل قسمت دوم میبینیم که ناصرالدین شاه برای شکار رفته بوده و شروع به مخزنی میکنه.
نحوه انتخاب کردن ناصرالدین شاه برای همسرش هم اینجوری بوده که میشسته نگاه میکرده، از کیس مورد نظر که خوشش میومده به این دستیاراش میگفته که آقا برید آمارشو در بیارید، شوهر موهر نداشته باشه، بابا ننش کیان. بعد اگه اوکی بود و مجرد بود خواستگار میفرستاد، قبول میشد، میومد تو اندرونی، یه هفته ای تو اندرونی میچرخید، آخر ناصرالدین شاه اینو صیغه میکرد. اینجوری نبوده که درجا بگه آره اینو بیارید و ببریمش و فلان و فلان و فلان. نه اصلا اینجوری نبوده، یه روال قانونی و یه نظم خاصی داشته. دروغ شماره 6. این سریال کلا مبنای تاریخی نداره، از نوع گیریمش گرفته، از نوع وقایعی که اتفاق افتاده و کلا همه چیزش بی پایه و بی اساسه. یعنی فقط میتونیم بگیم نام شخصیت ها درست بوده، نه گیریمشون نه زنای قاجاری اصلا یه حالت چاقی داشتن، ابروهای پیوسته، سیبیل، اینجور چیزا که دیگه این گفتن نداره. برای اینکه سریال جذاب کنن این مورد ما بهشون حق میدیم. دروغ شماره 7 و آخرین دروغ و آخرین گهنکاری سریال جیران اضافه کردن نقش سیاوش بوده که اصلا همچین چیزی تو تاریخ نبوده و جیران فقط عاشق ناصرالدین شاه بوده و یک روابط صمیمانه خیلی خفنی داشتن. اگه ناصرالدین شاه از قبل بیاری بیرون، درجا هم حسن فتحی هم پسرشو که نقش سیاوشو بازی میکنه درجا تیکه تیکه‌شو میکنه، یعنی اصلا نمیتونه بپذیره بگه آقا این قبلا یه معشوقه داشته. اون موقع هم اینجوری نبوده که آقا بشه راحت یکی رو پیدا کرد و موخشو زد و اینجوری چیزا. اصلا روابط دختر و پسر، اونم نوکر باباش، یه جورایی اون غلام باباش بوده دیگه. اگم بوده در طول تاریخ که نبوده، اگم بوده در شأن اون نبوده که با غلامش بریزه رو هم و اصلا اون موقع همچین چیزایی مرسوم نبوده و یک شخصیت خیالی که اضافه کرده، یه مثلث عشقی اضافه کرده. به جای این کارو میتونست از شخصیت شیرین و فرهاد استفاده کنه که یه همچین واقعیتی هم داشته که اومده کلا گند زده به کل تاریخ و یه تاریخ شسترفته و چرت و پرتی تحویل جامعه داده. حالا ما یه دروغای زیادی هم اضافه کرده مثل سارای گرجی و دروغای دیگه. زندگی سارای گرجی هم این بالاست، میتونید تماشا کنید. 2 تا ویدیو این بالا پیشنهاد میکنم که اونا رو هم تماشا کنید و از تاریخ ایران لذت ببرید. تو یه لایکی بکن، یه کامنتی بذار، یه حمایتی از من انجام بده و دمت گرم که چنل رو سابسکرایب میکنی.